خداحافظ. برای نگهداری پدرم مهم مزاحمتون بشیم که چیکار داره میکنه؟ چیه؟ بابا داشت میمرد من رسیدم. سلام. دیگه بیا برو بیا برو. آدم یه زن حامله رو اینطوری از خونش میندازه. من نمیدونستم حامله. چیکارش کردی مگه؟ اجازه بدید من بهتون توضیح بدم. زن من کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. قولشون ندادم. تو دروغ گفتی؟ شوهرت بگو یه کاری نکنه، من دیوونه‌شم خودمو بدبخت کنم. اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه‌تو کشتی؟ میگی چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج؟ اتهامت قتله. مگه تو نگفتی جدی نیست؟ جدی شد. درست حسابی آسمان میکنم چی شده؟